دوستان ما از یکم کس برای هر یک تایشون $100 آماده کردگیان در سیرکای در کامنتر یا بده میدروین هنگامی رجیستراسیون پروموکودی یابانی را استفاده میکنین و شرطونه پر میکنین صاحب $100 میشین. شانسی خودتون ای دست نتین. سیرکا در کامنت. برادرای غریب شیر محمد، چه خیلی که میگویم بزرگوارا دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پدیام، در نشوگی، در سپوسک. مرحمت خیسی نوبتی شما به خاطر شما برادرها. ما همه درو خیر به چکاو ما گردیم نه که در لب شما خنده باشه برادرها. ده تا جوره بعد انتظاری های دور و دراز وا میخرن سلوچه نه خود میخرن ایش میخرن اوش میخرن اوش چا تا همه قواخا انداختگی چی دم مگه برای تنزیقی مگه بلدین یک کارو بارشید چی گپ شید مگه من یک خلق خفیدم جین خفیدم بله زارک کرد که مرا سرته لبای خواهش اجرا میکنم. من گفتم که یک خواهش دارم همین مردینگی من رنگ مردینگی اصل باشه. بعد چی گفت شید گفت هم خواهش ها اجرا شید کو بینم نگفته رزمیر همون رزمیر سودگی پراست و خدازدی جین مرا فریو کرد. حالی کدام اسب پیرمه بینم فقط اسپاد و چولیمو میخیزه. یا سلام یا پیغام از نام بنده شیر محمد. سلام علیکم برادرای عزیز. پیشای همه تنی صحت خانه آباد شما را تمنا میکنم و یک قصه نوبتی که خیلی کسی ده میفوره گوش کنه کسی ده نمیفوره حواله بر خداوند. مرحبا برادران. دو طرفی چندین سری سالا جورایی میکنن خیلی جوراییشون هم دوام میتیه یک 7 ساله 8 ساله نمیبینن. یه روز قربانش منصور خبرگیری میبیه شهرش ده میرسه زنگ میزنه سلام علیکم منصور جان گجادی آخی گفته ما کارخانه دون براتن اما سنترال نی مورگ بیا سنترال نی مورگ ما همونجا خیلی بچاری جورو میوه مایدی چایدو میگیره میدرویه مورگ منصور همونجا ایستادگی مورگ خیلی مورگ چیکار میکنی کارتش که پیاز پوست میکنی آخی قطعی همون مورد ها سر فور داره این جورش همون خیلی میدرویه میبینه 3 تا مرده همون خیلی خوب هر 3 کاستوم و بروک پوشیدگی این هر 3 چه نخه خندیده سیم مرده ها خندیده سیم. گفته منصور جان من نفهمیدم یا مردگیان یا زنده اینی 3 تا کاستوم برو داره گفته هر 3 مردگیان با گفته چون یا خیلی خندیده سیم ایتا دوال میان گفته براتن این اعترافی دستی راست دیده سیده این دینشاو کزینو ده $1,000,000 بریده ای خرسندگیر دلش استنافکو داد. فهمو ایش چی خیلی دوال میاد با اینیش اینی دیمانگیش کی باشه براتن یک کارخانه ده بریگادیر کار میکرد ایره ای خرسندگیر گیریتیان دیرکتر موندیان تشکیلی که ده یارو دوستاش فایرا که ده ای شادیر مردگه ایم. فهمو ایش چی؟ ایسه منگیش چه؟ گفته ایسه منگی رئیس بود و گرفتن میری شهر موندن شد این هم تکشته ای خرسندی رو مردگه ایره تندر چراغک زدگه ای مردگه و گفته ای خیلی خندیده سیشم کو و گفته ای خدازده خیاره که دگی ایره صورت گرفته سیم سر برم باشه سیلکی پایان ده بدرای خواهش منده. یا سلام پیغام یک قصه نوبتی در سپیدم دیگه تلویزیون دیل گرفتگی با آواز زنده خواستم شما در یک قصه پیشنهاد کنم این سپیدمی. مرحمت قصه را به فرصت تماشا کنید معنیش که فارید سیلکی پایان یک شلخ باران کنید. قصه درباره قربان برادر. قربان قطعی زنش شریف ما همه خیلی زندگیشون خیلی خرس خرسندانه کم بغلانه زندگی میکنن. یه روز همون مگزین الان مایدی چایده میخوره که نگاه میکنه بلیت فروخته سیم بلیتی لاتره چند سمه بلیت 100 روبل خیلی مدامه تبتین یه تا میگیری میره خونش یکان هفته ای بین میگذاره بازی میکنه که مرسدس میبوره دیگه زن شوی ساده رزبار
ایش برای مرسدسی سیاه بگی با یگان سویتی دیگه نگیری مرده جان. مرده که بیچاره میخزمه رترشختی سلام علیکم ما دینه بگه مرسدس بوریدم مرسدس ها اکا جان در نام تو مرسدس های ما دست پیتسن مرسدسی سیاه بیاره. اکا جان مرسدس سیاه نداره این سفید موندگه سرخ موندگه خیلی جلنش باشه این مرحمت بگی نه 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 مد مرسدسی سیاه بیاری 1 ساعت رو از بارو خیصه دوام بتیا بیزار ایجان میشه. اکا جان گفته برای شما چی فرق داره خیلی ماشین همش ماشین خیلی سفیدش نیست این سیاهش بگیرین یا سیاهش نه گفته سیاه نباشه همون 100 میمره ریسک قفا بگردم بتیمه